سلام مانستیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو. و قبل از اینکه خبرها رو بگم یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و کانال موشی کی-پاپ رو سابسکرایب. خبر اولی که میخوام بهتون بگم مربوط میشه به اینکه یه سری شایعه اومده که دخترای بیبی مانستر هر هفتهشون قراره که به یکی از معروف ترین فشن شوها دعوت بشن و اسم این فشن شو هم هفته مد میلان هستش و این شایعه توسط ووگ کره هم گفته شده. اونا گفتن که فشن شوی میلان استایل هیپ هاپ داره مثل گروه بیبی مانستر و آیا قرار نیستش که این دخترها دعوت بشن؟ بیبی مانستر در حال حاضر به خاطر استایل خاصشون و همچنین چون تازه کار هستن خیلی مورد توجه قرار میگیرن و به خاطر پر انرژی بودنشون هم همینطور. یه عده میگن شاید این شایعه واقعا درست باشه و اونا دعوت شده باشن و این یه اتفاق خیلی بزرگ میشه واسه دخترها برای اولین بار توی فشن شو دیده بشن و افراد مشهور خیلی زیادی هم هستن، مثلا بازیگرا و آیدل های کره‌ای همیشه توی این فشن شوی مد میلان شرکت میکنن. کاربرا هم گفتن که اگر دخترها برن به این هفته مد در سطح بین المللی خیلی بیشتر مطرح میشن و میتونن دخترها جنبه های دیگه ای از خودشون رو نشون بدن. قبلا خب ما اونا رو در فن میتینگ و شوهای تلویزیونی در حال خوندن و رقصیدن دیدیم و این یه حرکت جدید حساب میشه. خلاصه مانستیز منتظرن تا ببینن که این شایعه تبدیل به واقعیت میشه یا نه. خب بریم سراغ خبر بعدی که مربوط میشه به اینکه یه پستی در اینستایز گذاشته شده و همه دربارش دارن صحبت میکنن. توی این پست گفته شده که چه کسی لیاقت بهترین ویژوال رو در بین آیدل های کمپانی وایجی داره. تو این پست اسامی زیادی آورده شده و از هر گروه اسم برده که کدوم یکیشون ویژوال هستن. یه توضیحی هم درباره ویژوال بگم اینه که مثلا میگن فلان آیدل ویژوال گروه هستش، یعنی اینکه بر طبق استانداردهای کره‌ای اون آدم خیلی مثلا چهرهش و اینا به استانداردهای کره میخوره. هر چقدر این میزان بالاتر باشه میگن که فلانی مثلا ویژوال گروه هستش یا ویژوال کره هستش. خب توی این لیستی که بهتون گفتم انواع و اقسام حالا گروه های مختلف کمپانی وایجی هستش. مثلا از گروه بیگ بنگ تاپ رو گفتن که ویژوال گروه، یا از گروه 21 گفتن که دارا ویژوال گروه و از گروه وینر گفتن که جینو هستش و از گروه بلک پینک هم اسم بردن و البته گفتن که جیسو ویژوال گروه بلک پینک. البته اینم باید بهتون بگم که قبلا هم اعلام شده بود که جیسو ویژوال کره هستش. خب این به این معنیه که جیسو نزدیک به 100% شبیه به استانداردهای زیبایی کره هستش. از گروه بیبی مانستر هم رورا به عنوان ویژوال گروه انتخاب شده. البته یه عده اومدن گفتن که چرا رورا، چرا مثلا پاریتا نیستش یا آهیون یا افراد دیگه نیستن، که خب این انتخابی هستش که حالا خود این رسانه انجام داده. به نظر شما این لیست چقدر درسته؟ آیا باش موافقین یا نه؟ شما هم نظرتون رو بگین. و خب در آخر میخوام بهتون بگم که تولد پاریتا بوده و دخترها توی ویورس بهش تبریک گفتن. یکی دو تا تبریک رو واسهتون بخونم. مثلا روکا گفته تولدت مبارک آهوی ما، هر روز با هم میخندیم و غذای خوشمزه میخوریم، ممنون که همیشه باعث دلگرمی من میشی. رامی هم گفته تولدت مبارک ریتا اونی، تو همیشه با هم شوخی میکنی، بابت همه چیز ممنونم، وقتی با تو هم همه چیز لذت بخشه، بیا بیشتر بخندیم، کاش منم برای تو همینطوری بودم، دوستت دارم. منم تولد پاریتا رو بهش تبریک میگم و امیدوارم که بهترینا واسش پیش بیاد. خب دیگه ویدیو رو تمومش میکنم و امیدوارم که دوستش داشته باشین. ممنونم ازتون تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین و حتما لایکش کنین. خیلی دوستتون دارم. خیلی مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.